خب بازی که شاید ارزنده مرحله های بلندتر از دور چهارک‌نیه‌ای در مسابقه بود و بالاتر در این باره اشاره هم کردیم. این دیدار دسته های پاریس سن ژرمن و باواریای میونخن است. دو دسته که در فینال لیگ چمپیون ها سال 2020 با هم روبرو شده بودند و اون زمان باواریا 1-0 پیروزی به دست آورده بود. البته دسته ها سالیانی زیاد است که در لیگ چمپیون ها پیوسته با هم نرو میسنجند. حالت‌های بود که پی اس ژی غلبه کرد، بعداً باواریا، ولی این دفعه در نبرد آنها در کشور آمریکا که کامیاب می شود. راجع به همین موضوع اکنون صحبت رو دوام میدیم. پاریس سن ژرمن قهرمان فعلی لیگ چمپیون ها، برنده تمامی جایزه های امکان پذیر در موسم 2024-25. خب ضد باواریا با چه کار قادر است و تا کجا میتواند باواریای آلمان رو یا ماشین فوتبالی آلمان رو شکست دهد؟ خب از آغاز مسابقه تا به حال و شاید تا آخر همین باشگاه پاریس سن ژرمن فاوریت اساسی برای به دست آوردن عنوان قهرمانی در مسابقه مذکور هست و خواهد ماند و بازی بر مقابل اینتر میامی و بعدا رقابت‌های مرحله گروهی نشان داد که واقعا هم عین زمان پاریس سن ژرمن یک از دسته‌های پرقوت نه اینکه در قاره اروپا بلکه در جهان است و در رقابت بر مقابل باواریا نیز فکر میکنم فاوریت اساسی بهره به دست آوردن غلبه دانسته می شود، چون که خط حمله پاریژی ها در حال حاضر بسیار هم خوب می درخشد. دیزیر دوی، برادلی بارکولیا و خویچ کواراtsخیلیا از همون آغاز رقابت فکر میکنم تا آخر برای خط دفاعی دسته باواریا بسیار هم مشکلی ها رو ایجاد میکنه و در رفت همین جام جهانی باشگاه ها خط دفاعی دسته باواریا چندان خوب برآمد نکرده ایستاده است. با اومدن جوناتان تانیز خط حمایه باواریا چندان پرقوت نیست و فکر میکنم که در این رقابت باشگاه پاریس سن ژرمن به دروازه باواریا 3 یا 4 تا میتواند که زند و در عموم در همین رقابت به اندیشه من غالبیت به دسته پی اس ژی. نه خود باواریا هم مثل اینتر میامی همین قدر ضعیف باشد. نه شاید البته که باواریا از اینتر میامی خیلی فرق کننده است حیاتش، ولیکن پی اس ژی نیز کمانده به نهایت خوب است. ببینید که در بازی‌های مرحله گروهی آنها تنها با دروازه اوکلند سیتی توانستند که گل‌های بیشتر بزنند، ولی در رقابت بر مقابل بنفیکا ناکام شدند. بعداً در بازی دیگری مرحله گروهی و بعداً در دوره 1/8 نهایی باواریا تا این دم حریفانی چندان پرقوت نداشت، ولی اکنون آنها در مرحله چهارم نهایی با غالب فعلی لیگ چمپیون ها بازی میکنند، دسته که در رقابت بر مقابل اینتر با حساب 5-0 غلبه کرد. من فکر میکنم بازی‌هایی که ضد بوکا خونیورس بود و همچنین رقابت ضد فلامنگو رقابت‌های خوب بودند، با اون خاطر که هر دو این دسته‌ها در سطح گیم خوب هستند، مخصوصا فلامنگو که در رفتی رقابت‌های مرحله گروهی به نهایت عالی بازی کرد و شاید بهترین بازی رو در 8 فینال از رقابت باواریا و فلامنگو تشکیل داد که اونجا ما پیروزی باواریا رو دیدیم. واقعا وقتی که در مورد امکانات‌های چلسی گفتیم، پی اس ژی هم یکی از آن دسته‌های با احتمال زیاد میتوان گفت که از آن دو دسته است که مشکل ندارد، نه در ذخیره کادری نه در انتخاب هیئت. ببینید پی اس ژی هم به مثال چلسی شماره زیادی بازیکنان را دارد. الکی ببینید ضد اینتر میامی نه عثمان دمبله در میدان بود، بعداً آهسته او را به میدان وارد کردن. این از چی میگه؟ پی اس ژی در بعضی بازی‌ها نیاز نداشت که همه بازیگران اساسی خود را به میدان درآورد و آنها استراحت کردند. بازیگران اساسی این دسته اینجا وابسته به اقتدار فعلی دسته را اگر بگیریم، وابسته به نتیجه‌ای که این موسم پی اس ژی داشت و عین حال در همان حالت بهترین ورزشی خود را ادامه می‌دهد، این چیز به فایده پی اس ژی است. اول نادیده گرفتن اقتدار باواریا، چون یکی از ابردست‌های فوتبال اروپایی هرچند که موسم را در حالت درست انجام داد، خصوصا در لیگ چمپیون‌ها، آن را امکانات‌های او را نادیده گرفتن هم اشتباه است. ببینید باواریا البته با پی اس ژی رقابت برابر نشان داده میتواند و احتمال هم هست که پی اس ژی را مغلوب کند. این چیز را ما استثنا کردن نمیتوانیم، ولی یقینا پی اس ژی عین حال در حالت قرار دارد که وقتی رقابت با پی اس ژی دل خود دسته دو حساب میشود در همین موسم، در آخر همین موسم و در همین چمپیوناتی که عین حال پی اس ژی نشان میداد. اینجا البته باز هم میتوان گفت که در از میان این دو رقیب ارزنده فاوریت روشن اندک معلوم است. ما نمیتوانیم که امکانات‌های هر دوش را برابر حساب کتاب کنیم، زیرا لکه روشن است که پی اس ژی چیکار میکند، چه بازیگرانی را دارد و آنها چیکار کرده ایستادند. در خود باواریا باشد ببینید
موقع‌های ضعف وجود دارند، چه در خط دفاع، پرابلم‌های خط دفاع خود از خود میگویند. یک بازیگر خوب هم داشتن لیروی سانه، او هم ترک کرد دسته را. در مسابقه اشتراک میکنند، بعدا از هیئت دسته باوریا میروند. در آینده البته ترک میکند، ولیکن به هر حال وقتی که یک دسته را عموما ترک میکنی، این به از جهت روانی هم تاثیر میرساند بر رفت رقابت و میتوان گفت که پس جی البته امکانات بیشتری رفتن به مرحله دیگر را دارد، ولی عموما باور دارم نتیجه گرفتن نادرست است. بله. در برابر لیروی سانه همچنین حمایتگر مرکزی اریک دایر نیز باید بعدی به انجام رسیدن شرطنامه‌اش صف میونخینی ها را ترک کند. ولی دایر اصلا با سبب یوسف در رقابت اشتراک نکرده است، از همچنین میلر هم میرود. البته یک دوره نو در باوریا با ایستگی فرا میرسد و آنها هم بعد از خاتمه جام جهانی باشگاه‌ها برای پرقوت کردن هیئت باز چاره‌ها باید بیاندیشند. از جمله آنها تلاش دارند تا بردلی بارکولیا را از دسته پاریس سن ژرمن به هیئت خود جلب کنند. تا کجا موفق میشوند البته بعدا خواهیم دید.